تا حالا شده زلزله بیاد و بعضی از اطرافیانتون توی جاهای قدیمی شهرتون بگن زلزله رو احساس نکردن؟ اصلا کسی متوجه نمیشه، چون ساختمونشون تکون نمیخوره و تمام انرژی زلزله رو سازه داره جذب میکنه، ولی یک دفعه تخریب میشه. توی طراحی جدید ما اجازه میدیم سازه تغییر شکل داشته باشه و سازه زمان زلزله باید تکون بخوره. طوری سازه رو طراحی میکنیم که اگر زلزله شدت داشت و طولانی بود، تخریب از جاهای کم اهمیت شروع بشه. اصلا سازه‌ای که زمان زلزله نلرزه و تکون نخوره، ما به اون سازه مقاوم در مقابل زلزله نمیگیم.